میکنیم. بابا سلام علیکم. قوم جدید چیال دارین؟ خوبیم جان شما، جورم هم شما گل خیریت انشالله. کجاییم باور کنیم، یعنی بیخی دیگه ایتا به شما بگم علارزاده بودیم. هم دیشب ششته بودیم خودی مادر بچه ها گپ شما خانواده شد. گفتم اینا برفتم اصلا نه یادی نه خبری. بخیر باشیم. گفتم قرار از مزاحمت، گفتم بخیر امروز ما میایم به خونه شما واسه محفل یا شیرینی خوری یک چیزی بخیر ان شاء الله خواست الله باشه. چون میگم ما دیونه کردم که گیلا کنم زادار که یک محفل شیرینی خوری چیزی گفتم ان شاء الله بخیر میایم خود شما نزدیک صحبت میکنه. خب ما این بیاییم قدم شما روی چشممو کی بخیر پیشین هستم. ها بله ها سعی میکنم باشم بیایم حتما بیایم ان شاء الله. ها بیایم خود شما گپ بزنیم دیگه، حالا موبایل کی میشه بیایم. کی عمر ما این بیاریم. خوب قدم اینا رو چشم چی فرقی میکنه، چی خانم بیاد چی عمه فرقی نمیکنه. بخیر باشه به چشمای خوب چشم. قربان شما بخیر باشه. خداحافظ. زنده باشه. قربان شما. خداحافظ. پس با شما ما برام اطلاع بدم که میمون داریم ما امروز. خوب شد که همونه پیرو نشده بودم جای نرفته بودم. زن کجایی؟ لیلا بیا. سیکو بابا حال که مردی شدی، حال کلان شدی، سیکو خدا جوانی شدی. پس 100 دفعه میگم لیلک بگو بله بابا. آدمی جیسه که میگه حیات مرا فمالن به خصوص تو زنگ زدم که بخیر امروز ما این بریم. برو سیکو یک کار کن هم میخورم وردار بیار بخیر بریم گپ زنیم شیرینی خوری میگیرم محفل چیزی بخیر انشالله بگیریم دیگه بخیر کارتم تیار شده دیگه چی میمون شیرینی خوری؟ بخیر ها. چرا مادر من نمیبره؟ بابا همه کمک سر زبون داره بفهمیدی؟ کمک بر اختلاط کنه میتونه بفهم از روزگار ما را معلومه بزنا که بود نه که 2000 نفر یا 500 نفر به سر ما برسن. همین خودمانی باشه که هم دهن مردم رو هم شه. خب پس هم میخور بردارم برم شما میاین شما. من میام پتو خود ما بردارم میام بخیر. خب برو بابا بخیر بری. خب کیه؟ سلام من نباشیم. خوبیم خیریت جنجاله بفرمایید یالا کنیم. بفرمایید بیایم عمو جو بیایم. خوبی راستی مادر تو خوبه؟ کجا آقا شما؟ زیرزمینی. برای عمو جو شما بخونه. آقا شما زیرزمینی ام؟ یک لطف بکنید. پیار من میایم چیز کنیم. دنبالم میایم پیار مدام سر باشیم شما. خیر بینیم. که این بچه به این کار رو خواهد جامعه دسته نمیکن که این بابا هم با دنباله. ببخشید خیلی اجابه هستم. خوش آمدیم. جان شما جور بخیر. سلام گیلک جان خوبی؟ سلامتی اول خوبه بشی. سلامت باشین. خیلی خوش آمده. سلامت باشه زنده باشه. تیار خوش بیش خدم بابا جان ماما و خسور من جاشم. خوبه جان بشین بخیر. خوبه تیار خوشحال بگم جان شما جور خوب هستیم. خیلی خوش آمدیم. صفا آوردیم. سلامت باشه. گیلک جان خوبی؟ تیار خوشحالی؟ بله ها. همین کلمه ها از زبان ازی بندازه. هر چی میگم. حالا دوماد ما شده دیگه از اون بچه شما بود حالا دوماد ما شده دیگه ها بگیم این چی کنه دیگه. حالا اولاد شما شما برای یاده. ما که هر چی نمیگیم. نگو ها بعده. چی بگم؟ بگو بانی. هر که تو صدا میکنه بگو بانی. بله. آفرین. خیر نه خیر. خوبه چی عجب. بگم بله مرتکک که بگو چی بگم نه خیر.
خیلی خوب هرچه بگو خواستی بگو. نه خیر. کجاییم شما خیر رفتیم که بیاییم. بله. هم یک خواستگری شد و دیگه پوش سر خورم نگاه نکردیم. دیگه به نظر مشکلاتی که داشتیم که امروز که با شما زنگ زدم بله، بیشتر این دوست رفیقا از این موردیو نکردن. چری؟ قوما، عمه، خاله، بی هم هر کس زنگ میزنه که چه کار شد. محفل گیلک جان چه کار شد. من چون بیکارم، دیگه آوردم. نه دیگه همه آرزو دارن. همه آرزو دارن. بله. مجلس گیلک جان رو ببینن. بله. بخیر حالا بخیر گفته قرار از مزاحمت بیامدیم بخیر شیرینی خوری باشه که بین خود ما و شما گفتم یک صحبت‌های تحولا شه. خیلی خوبه من موافقم. بسیار نظر نیکیه. دیگه ایت برنامه ریزی بکنیم که حالا ما و شما دو فامیل خودی هم دگر شدیم. بله. یعنی یک جا شدیم. بله. فامیل شدیم، قوم شدیم. بله. درسته؟ بله. دیگه نیمه باید رزی باشم که شما ضربه بخوریم، نیم شما مگر رزی باشین که ما ضربه بله بخوریم. باور کن گپ دل. همینطور یک مجلسه که خیلی جمع و جوری. یک 40-50 نفر شما 40-50 نفری هم ما که ما بتونیم این مجلس نخوری برام اندازیم بخیر دیگه ان شاء الله. یخی صحیح بابا. دور میگم دور. البته دیگه مگر سلامت باشین. بخیر بابا رو دیگه تو همین خصوص خوبی باشه که همین گپ دل مر میزنه. خوبه؟ بله. گیلک جان خوبه؟ بله. آفرین. دگانه باز بله ریاد گرفت خدا کنه دیگه باز هم شد تا صبح. هر روز ما بگو بله. هر که از تو چیزی پرسید تو صدا کرد بگو بله. هو نگو. شما من صدا کنین. ها گیلک جان. بله. آفرین. نه والی یاد گرفت. آفرین. آفرین. صحیح اگه مرتکت بگم گفت اگه بگم هو من میگم نه خیر. کور بعدیه نه. او کور بعدیه گپ بعدیه. نه خیر. آفرین آفرین. دیگه این قرار ما و شما همه ان شاء الله تعالی بخیر دگل ببینیم که به خونه میگیریم یعنی تالار بگیریم. چه سلام. دیگه باز ما شما خب بین خود خب گپا خورزنه که 40-50 نفر شما 40-50 نفر از ما باشه. بله بله. باز امروز همه از این آوردشون خود خوبی آوردم برفتم اونا بالا همه من. اوه زنکا دیگه باشم بلغوزه میتراشونم. خوش آمدن. زنکا با دیگه هزار رقم چیزی نه ان شاء الله هیچ گپی نیه بخیر. هیچ گپی نیه. همین چیزی که ما بگم ان شاء الله مو گپ متامیر فکر میکنم که چون به آبادی ما و شما تو خونه کنونی نیه دیگه ما بتونیم محفلی برام اندازیم. یک تالار میریم گوشه کنار شهر خود شما پیدا میکنه این محفل برام اندازیم. خوب گپ. گیلک جان خوبه؟ تالار خوش داری یا میگم سرای باشه. نه خیر. نه خیر یعنی چی؟ یعنی تو تالار خوش نه بزن چای باش چای بیاره باش خودشون اختلاط میکنه. چی رقم او؟ رد نخیر یا نده چی رقم تالار خوش داری یا با خونه باشه؟ با خونه میگیریم با تالار گم کنیم. بگذاریم ما شما تصمیم بگیریم. خوش دارم صحبت کنه خوش دارم اختلاط کنه. خونه هایی که با بدیا ما و شما گیلک جان خورده او تو کلون نیه که ما صنایعات تیار کنیم فرش کنیم نمیشه بچیم. هم یک تالاره که میگیریم هم باعث افتخار میشه برای شما هم برای ما. بله. جمع جور هم امکانات هم فراهم تیار کرده. بابا کارت تیار میکنه دیگه چی میگی تو؟ بخیر. راستی خر گیلک کن شده. باور کنید دو روز میشه بیخی دیگه دیو نکردم ما باور کنید یک خری بود باور کنید 10 دفعه همسایه میامد که بالا می گومیش کومیدم ندادم دیگه دیروز برای گفتم چه کار شد گفت پیدا میکنه امروز گفتم چه کار شد گفت سرجوی رو خو میشستم چون او خوردم گم شده. چه نمیده چای شما بیارم برو دیگه چی میگم یک مسئولیته چون همین مثلا 40 نفر از شما نه 40 نفر از ما نه بله 50 نفر بیخی 50 تا بیخی 100 نفر خب این کارهای تالار رو میکنیم با خونه خود شما میگیریم شما راضی نی چشم نه که شما راضی باشید گپی نیه دیگه گپی نیه داخل سر میگیریم دیگه حرفا چیه خوب گپیه شما راضی باشین به ما مهم نیه رضایت شما مهمه گیلک جان راضی باشه. چی میگی بابا؟ خداوند شما رو به دین دنیا خار نکنه. سلامت بشه زنده بشه. میبینیم که روز اول ما گفتیم که به جای برین کمرنگ ما باشم برو بیارم بابا درست میکردن دیگه ببخشم خیلی ببخشم گپی نیه ما هست بودیم خب میگفتم ببخشم دیگه خوب گپیه پیشنهاد خوبی بود این هم میگه خوب گپیه دیگه انشالله بعدا میگذاریم به شما چند شنبه بخیر محفل بگیریم. چند شنبه ها؟ بخیر انشالله فقط یک شنبه هفته نو بخیر بیشتر خوب گپیه 3-4 روز خاطر وقت باشه هم برای شما هم برای ما باشه. بله دیگه باز بخور زنای هم دیگه رخت لباس چیز میزی بالاخره سفارش خرید دارم چیزی دارم فهمیدی؟ ها